کلا حواستون باشه وقتی تو زندگیتون، نه فقط تو کنکور، میخواید لول اپ کنی، درآمدت رو میلیونه میخواد بره رو میلیارد. یه لول اپ که میخوای بکنی، هر یه پله که میخوای بری بالا، حداقل یه چیز از دست میدی. یه عادت همیشگی تو از دست میدی، یه دوستی رو از دست میدی، یه تفریحی رو از دست میدی، یه رابطه‌ای رو شاید از دست بدی، یه سری آدما رو شاید از دست بدی، یه نسخه‌ای که قبلا از خودت میشناختی رو شاید از دست بدی. هر یه پله بالاتر رفتن تو زندگی یه چیزایی رو آدم از دست میده. میتونی نپذیری این موضوع رو، ولی اگر میخوای بری بالا، طبیعت اینو میگه هر یه پله‌ای که من میرم بالا یه چیزایی رو از دست میدم. و اشتباه هم نکنید بچه‌ها، اینا باخت نیست، اینا اسمش تون دادن نیست، این بلیت ورود تو به پله بالاتر. باید بلیت خرج کنی یه پله بری بالا، بری تو جمع آدم‌های خفن‌تر. چرا میگم یه سری آدم‌ها رو از دست میدی با لول اپ، یه سری روابط رو از دست میدی؟ چون تو اون جایگاه بعدی، تو اون تارگت بعدی تو اونا نمیگنجن، اونا مال همون جایگاه قبلیه. انقدر اصرار نداشته باشید که هر مرحله تو زندگیتون میری جلو، نمیشه اصلا همه چی مثل قبل باشه، نمیشه آدمای دورتون همون آدمهای قبلی باشن، نمیشه رفقای قبلیتون همون رفقا باشن. خیلی کم پیش میاد، نمیگم نمیشه همون روابطی که داشتید تو اون لول اپ هم داشته باشید.